سرخط خبرها بازداشت یک شهروند تاجیکستان با 100 کیلو مواد مخدر. در روسیه برای نکاح قلبکی از شهروندی محروم میکنند. بدرک شوی یک مهاجر زندانی ازبک در جنگ اوکراین. بیننده های عزیز سلام، با امید صحتمندی شما نوید بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 29 مارس است. یک شهروند تاجیکستان در شهر الماتای قزاقستان با بیش از 100 کیلو مواد مخدر نوع هروئین دستگیر شده است. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان خبر داد که در نتیجه یک عملیات مشترک مقامات ویژه قرقیزستان و قزاقستان در شهر الماتا تشکیل کننده یک مسیر بزرگ قاچاق مواد مخدر، شهروند تاجیکستان که سال تولدش 1986 بوده است دستگیر شد. بنا به اطلاعیه مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی قرقیزستان، این نفر به گفته مقامات با انتقال و فروش مقدار کلان مواد مخدر ساخت افغانستان از طریق قلمرو قرقیزستان مشغول بوده است. تفصیلات دیگری عملیات آورده نشده است. مقامات تاجیک نیز تا حال در این باره اظهار نظر نکردند. نرخ این مقدار مواد مخدر یافت شده در بازار سیاه به 1,190,000 دلار برابر بوده است. با دومه دولتی روسیه لایحه قانون درباره بکار کردن شهروندی که بر اساس حجت‌های قلبکی یا معلومات بر دروغ داده شده است وارد شد. سند لایحه از جانب مجلس قانونگذاری ولایت کالوگا وارد شده در پایگاه پالاتای پایانی پارلمان نشر شده است. خبرگزاری روسیه РБК نوشته است که در لایحه قانون پیشنهاد می شود که بستن نکاح قلبکی، اینچنین پیشنهاد گواهنامه‌های ساخته درباره دانستن زبان روسی و اساسهای قانونگذاری روسیه اساس برای بازخواندن شهروندی شماریده می شود. در سند ذکر می شود که دلیل استفاده حجت‌های ساخته یا دیده و دانسته پیشنهاد شدن معلومات بر دروغ را باید دادگاه معین کند. ماه ینور وزارت کارهای داخلی روسیه لایحه قانونی را تهیه نمود که موافق آن خارجیان از امکان قانونی کردن بود و باش خود در این کشور طریق نکاح‌های قلبکی و قلبکی مقرر کردن پدری می توانند محروم کرده شوند. با گفته نماینده رسمی وزارت ایرینا ولک، در ظرف 11 ماه سال گذشته مقامات وزارت کارهای داخلی حدود 400 حجت قبلا به خارجیان داده شده را برای اقامت در روسیه بکار کردند. مایک مکول رئیس کمیته امور خارجی سنت آمریکا طلب دارد که انتونی بلینکن وزیر امور خارجی سنت‌ها درباره خروج شتابکارانه نیروهای ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 را در اختیار آنها بگذارد. مایکل مکوئل گفت که خروج فلاکتبار امریکا را در چشم جهانیان ضعیف نشان داد و به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جرأت بخشید که به اوکراین حمله کند. طاهر سفر گزارش می‌دهد. خروج ناگهانی تمام نیروهای افغانستان در ماه اوگوست سال 2021 و صحنه‌های هرج و مرج فرودگاه کابل که مردم زیاد می‌خواستند از ترس طالبان وطنشان را ترک کنند. حالا که جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا را در دست دارند، مایک مکول رئیس کمیته امور خارجی می‌خواهد در قول خودش این فلاکت را تحقیق کند. با گفته مایک مکول، حکومت جو بایدن آمریکا را در چشم رقیبانش مثل روسیه و چین ضعیف نشان داد و بر رهبران آنها جرأت بخشید. We saw not too long after the fall of Afghanistan. بعد مدت کمی از سقوط افغانستان، ما در عکس‌های ماهواره‌ای حرکت نیروهای روسیه به سوی اوکراین را دیدیم. اینجا سوال‌های اگر و کی حمله کردن پوتین نبود. از آنچه ما دیدیم، او قرار کرد که وقتش رسیده است. ما سپس تجاوز به اوکراین را دیدیم. الان که ما صحبت داریم، شی جین پینگ به تایوان تهدید می‌کند. Chairman Xi is threatening Taiwan as we speak. چندی از وکیلان دموکرات گفتند خود حکومت دونالد ترامپ جمهوری خواه سنه خروج نیروها از افغانستان را تعیین کرده بود و سپس جو بایدن آمد و به جنگ درازترین آمریکا پایان داد. بسیاری از وکیلان بمبگذاری مرگ طلبانه را که هنگام خروج 13 سرباز آمریکایی را در فرودگاه کابل کشت غفلت امنیتی نامیدند. مایک مکول از بلینکن خواست مکالمه‌های دیپلماتی مخصوص را در اختیار آنها بگذارد، از جمله سندهایی را که از طریق یک کانال مخصوص دیپلماتی ماه ایولی سال 2021 از دیپلمات‌های مستقر در کابل گرفتند و آنها گفتند با نظرداشت پیشروی با سرعت طالبان ممکن است حکومت افغانستان سقوط کند. از طریق این کانال مخصوص دیپلمات‌های وزارت امور خارجه آمریکا حق دارند بدون بیم و ترس از تنبیه نظرهای گوناگون یا مخالف خود را درباره مسائل فوری و جدی امور خارجی به وزیر برسانند.
بلینکن گفت که وزارت با کمیته کار میکند و تا حالا هزاران صفحه از نقشه بیرون آوردن سفارت را در اختیار کمیته گذاشته است، ولی سندهای کانال مخصوص را هیچگاه نخواهد داد. برای من حفظ یک پارچگی کانال مخصوص حیاتی است و ما هیچ قدمی نمی برداریم که در آینده آنهایی را که میخواهند دایر به سیاست‌های پیش گرفته ما دیدگاه‌های مخالف خود را بیان دارند دل سرد کنند. مکال گفت تا همین هفته به بلینکن فرصت می‌دهد تا مکالمه‌های محرمانه را با آنها بدهد، وگرنه با دعوت رسمی به پارلمان آنها را خواهد گرفت، زیرا به قول مکال امریکایی‌ها حق دارند به پرسش‌ها در باره خروج امریکا، سقوط حکومت افغانستان و به دست طالبان افتادن آن جواب بگیرند. خویشاوندان یک مهاجر ازبکستانی در جستجوی او شدند که پیشتر از زندانی روسیه به جنگ در اوکراین جلب شده بود. دادگاه در روسیه خوشنودبек را از قراقالپоқистони ازبکستان در سال 2021 با عیب کشتار 8 سال زندانی کرده بود. او را شرکت نظامی خصوصی واگنر در روسیه ماه نوامبر سال 2022 به جنگ ضد اوکراین جلب کرد. دلشادبек برادری خوشنودبек میگوید برادرش با خواهش خود به واگنر شرطنامه بسته به جنگ رفته است. خانواده خوشنودبек بعد از تماسی دیگر در باره وی اطلاع ندارند. سال 2022 حدود 1,200,000 شهروند تاجیکستان در روسیه کمک طبی دریافت کردند. در این باره معاون وزیر تندرستی روسیه الکس سالاگای خبر داده گفته است کمک به خارجیان در دایره لایحه فدرالی رشد صادرات خدمترسانی طبی رسانیده شده است که از 1 январи سال 2019 عمل می‌کند. با گفته سالاگای در مجموع از روی اصول حسابکنی از آغاز لایحه تا امروز حدود 12.5 میلیون نفر شهروندان خارجی در روسیه چنین کمک را دریافت کردند. سالاگای درباره کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل صحبت کرده گفته است که در سال 2022 قریب 1.5 میلیون شهروند ازبکستان، 1.2 میلیون ساکن تاجیکستان، بیش از 500,000 قرقیزستانی، صدها هزار شهروندان ارمنستان و قزاقستان، اینچنین ساکنان ترکمنستان و بلاروس چنین خدمات را پیدا کردند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 29 مارس را فرا میگیرد. سال 1638 در оилаи подшоҳи Темурии Ҳинд Аврангзеби Оламгир духтаре таваллуд шуд ки дар адабиёти форсу тоҷик бо номи Зебонисо маъруф аст. ӯ ки ба хотири пинҳон доштани машғулияташ аз падар инчунин бо тахаллуси махфии шеър гуфтааст, 64 сол умр дид ва шеъру ғазалҳои зиёди пуреҳсосе дар сабки ҳиндӣ эҷод кардааст. то имрӯз таронаҳое бо матни Зебонисо ганҷинаи мусиқии тоҷикро ташкил медиҳанд, мисли таронаҳои То боди сабо ё Меравам имшаб туро бедор хоҳам карду рафт. баъди талошҳои зиёди ҷомеаи маданӣ ва созмонҳои байналмилалӣ поёни моҳи марти соли 2012 дар кодекси ҷиноятии Тоҷикистон муҷозот барои шиканҷа ворид шуд ки ба хотири решакан кардани ин навъи бадрафторӣ нисбати зиндониён боздоштшудаҳо нигаронида шуд. барои омилони даст доштан дар шиканҷа то 15 соли зиндон пешбинӣ шуд, вале як интиқоди аслӣ ин аст ки аксар ҳодисаҳои шиканҷа пинҳон монда то додгоҳ намерасанд, дар ҳоле ки ҳуқуқшиносон соле дар бораи даҳҳо шикоят аз шиканҷа шудани зерҳимояҳояшон хабар медиҳанд. дар поёни моҳи марти соли 2017 ба ифтихори яке аз маъруфтарин филмҳои шӯравии сохти киностудияи Тоҷикфилм «Ман бо духтаре вохӯрдам» дар маркази шаҳри Хуҷанд муҷассамае гузошта шуд. филми мусиқии соли 1957 бо илҳом аз шеъри маъруфи Мирзо Турсунзода сохта шудааст ва муҷассама ҳамчун рамзи ишқу филми дӯстдоштании шӯравӣ қаҳрамонҳои он Лолаву Саидро таҷассум мекунад. бонки миллии тоҷикистон хурбистомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. агар назару пешниҳоде доред зери ҳамин видео нависед. то фардо дар ҳамин барнома. худо нигаҳдор.